سلام علیک رئیس. خوبی سلامت سری حاله تخمه مزیره کرد وارد بالا یکال مهم نیست. تصور کنم ایده این زنجی بیارم ده اینجا بلم که بتونی بهتر ببینی. خب او درس را که من از کتاب دادم گفتی یک اندازه سخته و واقعا هم یک اندازه سخت جنجالی است، به همه خاطر من این نجور کردم دید که اینه باید بخونیم. چند چیز مهم، مثلا خیلی افعاله که تو مثلا میتونی بفهمی، مثلا شلافن خوابیدن، ولی وقتی که برای فرد سوم سینگولار dritte پرسون سینگولار، یعنی فرد سوم مفرد، به این معنا که فرد سوم مفرد اول منم، فرد اول مفرد اش، فرد دوم مفرد دو، فرد سوم مفرد او مرد، او زن یا او بجان. همین سه تا فرد سوم مفرده. خب فرد اول مفرد که منم چون من مفردم، فرد دوم مفرد توی چون تو مفرد یک نفری، و فرد سوم مفرد او زن، او مرد یا او بیجانه. حالا فرق نداره کدامش. اینجا ما مثال ای را گرفتم، تو میتونی جای او مرد او زنم بندازی، زی یا اس. تو اینجا یک چیز میبینی، این آ با ای تبدیل شده، با ای نقطه دار. فقط چند دانه ورب که همین رقمی تبدیل میشن، مطابقش دیگه نمیشه. اینا مثلا نمونه‌های خیلی بارزش همین آیه، مهمترین هایش همین آیه. مطابق دیگه هم شاید باشن اما اونا زیاد مهم نیستن. یک دانه دیگه هم هست به نام لادن که اون اینجا نماده، ولی خیر نماده، توضیح میدم جای دیگه آمده بود، اون تو میفهمی خودت. خب اول از شلافن شروع بکنیم. مثلا شلافن شد شلیفت، این آ به ای تبدیل شد. حالا ما در ترن باقا وربنم اینجا داریم، مثال بعدیش هم دی پایین میاد. شلافن اینجا داریم، این آین هم دید گفته بودم این پریفیکس میشه، آین شلافن. این پریفیکس فقط مورد آخر جمله، این آین داخل جمله میره، مطابقی جمله er schläft schnell ein، یعنی این مرد سریع میخوابه. به همین راحتی. مطابقی هم همچنان. نیمن هم یکم، نیمن میشه گرفتن، نیمن تبدیل میشه به نیمت. فقط در همین حالت تغییر نمیکنه. مثلا ایش نیمه، من میگیرم، ایش نیمه به این شکل نوشته میشه. مثلا تو ایش نیمه رو من اینجا نوشته کنم، مثلا میگه که ایش نیمه من میگیرم. سخت مگذاره اینه چیزیش هم کلان بکنم. چی رقمی کلان میشه این؟ شاید رقمی کلان آنها این چیزی مرا کلان کرد، ولی من میخوایم نوشته کلان چه؟ نوشته را اگه بخوایم کلان بکنم، ها نوشته رقمی کلان میشه. مثلا میگم که ایش نیمه، یعنی من میگیرم. دو نیمست، دو نیمست. در این حالت هم این تغییر میکنه، ولی نیمت در این حالت هم تغییر میکنه. خب هدف اساسی این بود که اینا بفهمی. از کجا پاک کنم اینا؟ اگه رقم پاک میشه. تمام. حالا اینجا فقط در پیش رویش یک دونم میت آماده. میت هم میشه همراه. نیمن گرفتن، میت نیمن همراه خود گرفتن. nimmt das Buch mit. کتاب همراه خود میگیره. نگاه این پریفیکسی که اینجا در اول بود، این پریفیکسی که اینجا بود، از اینجا ما فقط انتقال دادم در این آخر. این میتره، اینیره. تو تمام همین پریفیکس هایی که روبروی ما، اینا همیشه در آخر میبرید به همین راحتی. حالا ما دوباره اینجا با رنگ چیز کردم. تو میتونی این تلویزیون استاپ بکنی، همه اینا رو بخونیم. من یک بار برات میخونم کلگیشه، نمیخوام که ویدیو زیاد درست شوه. بخونم. ذهن دیدن، زید او میبیند. فرنسehen یعنی تلویزیون دیدن، زید fern. نگاه این بخش از جمله کاملا عادیه. زید abends، زید abends fern. او شبانه تلویزیون میبینه. زید auto an، یعنی موتر را میبینه. ansehen یعنی دیدن، دیدن میشه. فرنسehen یعنی تلویزیون دیدن. fahren رانندگی کردن. fährt او رانندگی میکند. abfahren یعنی از یک جایی که حرکت کنه بره.
دو رقم وجود داره، یکی لوز فاغن داریم، یکی اب فاغن داریم. اب فاغن مربوط یک جای میشه، مثلا اگر سوق از بانهوف بره اونجا تو اب فاغن استفاده می‌کنی. لوز فاغن بیشتر ساعتیه، مثلا چی وقت Zug rafter. Der Zug ist eben losgefahren. Ja, der Zug fährt eben los. یعنی Zug اینالی لوز موره، یعنی آزاد میشه موره. به همین منوال عین شکل. این aber میبینی که در اول جمله بود der Bus fährt um 8 Uhr ab. به آخر جمله رفت. در همین منوال اما گشه اینی میرقمی تبدیل منی. مثلا laufen. läuft. اینجا میبینی این به رقمی تبدیل شد. برای فرد دوم و فرد سوم اکثریت فعلا تغییر منن. مثلا nehmen ich nehme du nimmst nimmt. زیاد نیستن. همین چندانه را اینمی چندانه را که یاد بگیری بفهمی که چی رقم تغییر بدیش مطابق فعلا همین الگو برداری ببین دو بالا را به همینن. مثلا ich esse du isst isst. نگاه اینجا اگر ما برای خود ich esse استفاده بکنم میشه ich esse به این منوال. تا که یک پایین ببینه. مثلا ich esse من میخورم. du isst این رقمی. یا du fällst. اینی رقمی افتادن. به همین منوال به همین راحتی. خب ist او مرده میخورد. aufessen aufessen یعنی کامل خوردن. die Mutter isst den Kuchen auf. یعنی اون تمام اون کیک میخورد. نگاه auf رفت آخر جمله. auf میشه از یک چیزی که بالا کنی رقمی. aufessen یعنی کامل بخورش. lesen liest. vorlesen به معنی که از رو بخونی. lesen liest او میخواند، یعنی از رویش میخواند. او میخواند. vorlesen از روی یک چیز که بخونی. مثلا تو یک ورق گرفته از روی ورق خوانده روی بلند با صدای بلند. این میشه vorlesen. بهش میگن forttragen هم میگن، ولی vorlesen یعنی یک نفر یک ورق گرفته از رویش خوانده میره. بلند خوانده میره. Die Mutter liest eine Geschichte vor. یعنی مادر یک داستان را میخونه. نگاه همین فور در آخر جمله آمد. geben دادن میشه. gibt او میدهد. zurückgeben پس دادن. zurück میشه عقب دیگه، یعنی پس دادن. ما فارسی میگه مثلا پس یا پیش. خب اینجا zurück هم میشه پس دادن. gibt نگاه اینجا geben به gibt تبدیل شد. das Geld zurück او پول را پس میدهد. zurück هم داخل جمله آمد. fallen افتادن. fällt او میافتد. umfallen کامل چپه شدن. در آلمانی دو معنا داره. همیشه در پیش فعل که باید دو معنا داره. این خیلی راحته. یعنی مثلا همین رو تو بفهمی آلمانی رو خیلی میتونی متوجه شوی. اگر بفهمی چیه، ein اگر بفهمی چیه، اگر بفهمی چی معنا میده. ein وقتی که وارد یک چیز شوی. وقتی که از یک چیزی دور شوی. مثلا abfahren یعنی دور شدن از اونجی. abnehmen یعنی وزن از دور میشه. nehmen میشد گرفتن. einnehmen یعنی گرفتن. مثلا تو میگی nimm deine Medikamente ein چیزی که ورودی باشه، ab چیزی که خروجی باشه، یعنی یک جای بره بیرون. چیزی باشه که مثلا اگر استاده باشه چپه شوه میشه یا دو معنا داره. یا اینی که چپه شوه یا اینی که گرد و بر یک چیز باشه. مثلا fahren میشه یک چیزی را که تو یک پایه را که تو بری بزنی اون چپه شوه میشه fahren. hüllen یا tauschen یا steigen. tauschen میشه تبدیل کردن. tauschen این رقمی که تو یک چیز بگیری پس بدید، یعنی یک تبدیل یک چرخه یا گرد یک چیز باشه. مثلا hüllen یک چیزی که گرد و گردش پوش کنی. به همین راحتی. بیشتر اینجا استفاده داره. fallen fällt plötzlich ناگهانی چپه شد. tragen ترانسپورت کردن یا انتقال دادن. trägt
او یا انتقال میده با خود. mittragen، mit میشه همراه خود، mittragen یعنی با خود انتقال دادن. trägt die Tasche mit. مثلا تو یک دونه بایک در پشت داره، یک دونه خریطه هم در دسته، مگه او خریطه را هم مباره، یعنی یک چیز دیگه هم داره غیر از خریطه. brechen شکستن، bricht او میشکند. abbrechen یعنی مثلا یک استاپ کردن یک چیزی. abbrechen هم میشه شکستن. abbrechen هم یک معنای دیگه هم داره که میشه مثلا ما اگر یک نفر مکتب مره، مکتب خود اعلام کنه، مگه bricht die Schule ab، یعنی او مکتب اعلام نه، یعنی ترک کردن. یک رقم یک پروسه را اگر از بین ببری یعنی بشکنی هم میشه abbrechen. مثلا کاملا یک پروسه را که تو بشکنی میشه abbrechen. خب مکتب هم یک پروسه، یا مثلا Ausbildung هم یک پروسه، Führerschein هم یک پروسه، دانشگاه هم یک پروسه، کار هم یک پروسه. هر چیزی را که تو بشکنی همون پروسه را اگر خلأ وارد کنی دیش یا خرابی وارد کنی میشه abbrechen. Der Ast bricht leicht ab. Ast میشه شاخچه bricht یعنی میشکند، leicht آسان، ab یعنی میشکنه، راحت میشکنه. تو میتونی بگی ich breche die Schule ab، یعنی ما مکتب دیگه نمورم، یعنی ما مکتبی که مرفتم این پروسه مکتب رفتن کنسل میکنم دیگه نمورم مکتب. معنیش همچین میشه. helfen کمک کردن، hilft اینجا میبینی که helfen به hilft تبدیل شد. اینا رو تو باید بفهمی. مثلا hilfst، du hilfst، اینا یک دفعه یاد نمیگی، با مرور زمان یاد میگی. du hilfst mir یعنی تو به من کمک میکنی، mir به من. خب فارسی میشد همون میه، اینجا ما استفاده کردیم چی؟ داتیو، چون به من شد. داتیو دقیقه بینشم فکر کنم داتیو میشه به من. اگر ما بگم به تو هم میشه دیش دیگه. du hilfst dir یعنی تو به خود کمک کنی. او زنه و مرده ایم اونی میرقمی. اگر را می بود اونجا میشد اکوزاتیو. مثلا ich breche dich یا du brichst den Ast یعنی تو اکوزاتیو فکر کنم با دو تا کمه ها. du brichst den Ast یعنی تو شاخچه را میشکنی، شاخچه را. نگاه این همون داستان را و بایه، را و با. اگر به من میشد یا به هر کسی دیگه یا به شاخچه یا چیز دیگه میشد، اگر اینجا مثلا بگی تو شاخچه رو کمک میکنید، تو میگی که du hilfst dem Ast. دین میشد را، دیم میشد به همین راحتی. این دیگه همون کوتاه چیزایی یک آدم میتونه خودت هم کوتاه بکنه، جور بکنه. حالا کاری به اینا نده. treffen هم یک فعل اکوزاتیویه. treffen میشه ملاقات کردن. trifft او ملاقات میکند. این sich treffen در آلمانی یک سلسله فعلا وجود داره، حالا نمیدونم نام از اون فعلا چیه. اون یک سلسله فعلا با sich در پیش رویشانه، این sich را داره. مثلا waschen، ich wasche mich یعنی من خودم را میشورم. در فارسی هم مثلا تو نمیگی که من میشورم. اگر که بگی من میشورم معنایی نداره، تو باید مشخص کنی چی رو میشوری. تو میتونی بگی که من دست خود را میشورم و تو میتونی بگی که من خود را میشورم. اگر خود را میشورم بگی که ich wasche mich یعنی من خودم را میشورم. این فعلا که هستن فعلای sich. مثلا sich waschen. Ich wasche mich یعنی من خودم را میشورم. Du wäschst dich. Du wäschst dich. فکر کنم برای اینم قانون وجود داره که کی این آ به ای تبدیل میشه. اگر داشت بعدا جستجوم اگر داشت توضیح میدم. حالا به همین منوال مثلا sich treffen، اینجا آمده sich treffen.
این خود را دیدن. ich treffe mich mit dir. یعنی من خودم را با تو ملاقات میکنم. منظوری تحت لفظیش می رقمیه ولی در اصل معنیه که من تو رو میبینم. تو نمیتونی اینجا بگی که ich treffe dich. تا حدودی درست نیست. ich treffe mich mit dir. یعنی من با تو ملاقات میکنم. این درست ترشه. ولی در زبان آمیانه میگن ich treffe dich. یا ich treffe ihn. من او رو میبینم. آمیانه میگن. ولی نمیدونم تا چه درسته. vergessen فراموش کردن. vergisst oft die Hausaufgaben. آها اینجا یک کیسی دیگه داریم. اینجا کیسی داریم که اگر فر ماده پیش روی تو اینه دیگه در آخر جمله نمیبری. فرگسن خود فرگسن نمیدونم این چرا مثال اینجا آورده دادم ولی اگال. خلاصه ایش نی رقمی. حالا به من چند چیز دیگر در اینجا آماده کردم دید که ببینی با رنگ‌های مختلف. من اگه خواست دید میفرستم. با رنگ‌های مختلف من اینجا برای جور کردم پیشتر که بتونی ببینی. مثلا فعل شلافن خوابیدن تنها شلافن نیه. چند دانه شلافنه. مثلا حالا اینجا من بر رنگ کردم که این آین در آخر میره متباقی جمله به همون حالت عادی چیز میشه. نگاه این متباقی جمله به حالت عادی چیز شده چه نام داره از اون. اینجا میبینی رنگ زرد و آبی اگر یک جایش آن رنگ سبز تشکیل میشه. متباقی جمله به حالت عادی صرف میشه. مثلا ein schlafen به خواب رفتن. durchschlafen یعنی خیلی خوب خوابیدن. تمام شب از سر شب تا آخر شب کامل بخوابی. دورش میشه از این طرف تا اون طرف، یعنی از وسط بخوابی، از وسط یک چیز. معنیش اینه که مثلا تو تمام شب خوب خوابیدی. mitnehmen مثلا nehmen، اینجا nehmen گرفتن nimmt او میگیرد. mitnehmen با خود گرفتن. abnehmen لاغر شدن. aufnehmen فهمیدن یا قبول کردن یا گرفتن. nimmt das Buch mit. او کتاب را با خود میگیره. nimmt die Brille ab. او آینک که داره، آینک از چشم خود تام نه، آینک خود پس منه. و میتونی بگی که nimmt 50 کیلو ab. او 50 کیلو لاغر کرد. abnehmen هم این یک چیزی که بگیری از یک جای پس کنی. abnehmen مثل abfahren. ab دیدی که دور شد ترین، اینجا هم همون بغل از کلت دور میشه. nimmt das Paket auf. aufnehmen به خود گرفتن. aufessen یعنی کامل کلش بخوری. nimmt das Paket auf. یعنی او پاکت مثلا یک پوستچی پاکت آورده دم دروازه تو موری میگیری. sehen دیدن. sieht او میبیند. fernsehen یعنی تلویزیون دیدن. sieht abends fern او تلویزیون میبیند. ansehen دو معنی داره که ansehen اگر با آی کلان باشه به معنای آبرویه، چون اینجا به عنوان فعل استفاده شده میشه. sieht sich den Film an. او فیلم را نگاه میکنه. یعنی او فیلم میبینه. اونجا گفت تلویزیون میبینه، اینجا گفت فیلم میبینه. sieht sich den Film an. nachsehen مثلا یک چیزی رو نفهمیدی. یک چیزی رو نفهمیدی، یک چیزی رو اشتباه کردی، یک مثلا یک داستان یک نفر یک حرفی رو زدی نفهمیده. تو میگی که ما باشم یک دفعه سعی کنم، یعنی موری رو سیل مونی. nachsehen به این معنا. sieht schnell nach. او سریع موری رو دوباره چک کنه. abfahren که میشد همون رفتن. der Bus fährt 8 Uhr ab. یعنی بوس ساعت 8 بجه میره. losfahren هم اینی چیزه. das Auto fährt endlich los. بالاخره موتر راه افتاد. این losfahren بیشتر تاکیدش روی زمانه. خب wegfahren هم همینه. wegfahren هم مثلا از یک جای برو یک جای دیگه. این بیشتر زمانیه که حالا اینم هر ستا شده یک کانتکست استفاده میکنن. fährt morgen weg. اینم بیشتر تاکیدش روی زمانه. باید اینم همون سیستم است. zurückfahren یعنی پس برگشتن. zurück میشد پس، یعنی zurückfahren پس برگشتن. zurücknehmen پس گرفتن. zurücklaufen یعنی پس برگشتن طرف راه پس آمدن. zurückgehen یعنی آرام آرام پس رفتن. یعنی تو اینجا میفهمی که وقتی که zurück استفاده کردی هر فعلی که بعدش باید دیگه اون فعل به معنای اینه داره که عقب گردیده اون وجود داره. weglaufen گریختن. sie fährt am Abend zurück. او شب برمیگرده. das Kind läuft schnell weg. اون بچه ها فرار کرده موره. davonlaufen از یک چیزی فرار کردن. die Katze läuft davon. یا اینی که جان به در بردن هم میشه davonlaufen. یعنی die Katze läuft davon یعنی
پیشک جان به در مباره. سغوک لوفن یعنی پس آمدن طرف خانه یا پس برگشتن. läuft nach Hause zurück. او پس طرف خانه رامه. Aufessen یعنی کامل خوردن. isst den Kuchen auf یعنی کامل اون چیز خورد. Aufessen auf یعنی چیزی که وارد کنی. Mitessen با یکی دیگه خوردن. Sie isst einfach mit. مثلا یک دونه میمان ناخوانده است الکی من نان میخوره با هم بگی. حالا اینش از این سب کنم رنگ تغییر بدم. اینش از این. Wegessen یعنی یک چیزی رو که بخوری. کاملا بخوری و مثلا قبل یک چیز خلاص بکنی. فرض کو بدون اینکه که فکری آینده رو بکنی کلی چیز بخوری تمام بکنی. اینجا آمده که ist die Vorräte weg. Vorrat میشه ذخیره. Vorräte یعنی ذخیره ها. چیزی که ذخیره کرده بودیم کلیش خورده او چه بلا دوره این. سر نزدیک بکنم. Lesen خواندن. Vorlesen این از رویش خواندن. Die Mutter liest eine Geschichte vor یعنی یک داستان را میخواند. Durchlesen کامل خواندن. liest das Buch schnell durch یعنی تمام کتاب یک دفعه خواند. Durchlesen durch اینجا تو میفهمی. Durchlaufen از وسط یک چیزی که بری. Durchgehen یعنی از یک موضوع را دوباره بررسی بکنی. Durchlesen یعنی کامل بخونی. از موضوع از اول تا آخری که بخونی میشه Durchlesen یا Durchmachen, Durchlaufen, Durchnehmen. خلاصه خیلی دورش وجود داره. Ablesen یعنی از Ablesen چه رقمیه؟ Ablesen مثلا یک دیسکو یک چیز نشان میده تو از رویزو میخونی میشه Ablesen. Vorlesen رقمی میشه که تو برای دیگرا بلند بخونی که در اون چی نوشته. Ablesen مثلا یک چیز در یک تابلو میبینی میخونی میشه Ablesen. Ich habe sein Handy, ich habe es aus seinem Handy abgelesen. یعنی من از روی تلفن زوی خواندم. این مثلا طرف شاید متوجه شد شاید نشد. سب کیده اوه شد. اینجا بلم که اینا رو تو بیتونی ببینی. دیگه zurückgeben پس دادن. gibt das Geld zurück. aufgeben میشه دو معنا داره. aufgeben یک معنایشیه که مثلا یک چیزی که استاپ بکنی کار دیگه اون نکنی یعنی قیدش بزنی دیگه. مثلا میگه که ما دیگه همین درس aufgeben کردم یعنی درس ما ردش اعلا کردم یعنی جا زدم گپ ایرانیا. gibt das Paket auf با معنای دومیش رقمیه که aufgeben یعنی از خود دور کنی پاکت ببری بدی در یک جایی مثلا یک چیزی در یک جایی بدی. gibt das Paket auf یعنی پاکت مو برای تحویل میده. abgeben میشه تقریبا همون معنا رو داره ولی معنایش یک ذره اینه که مثلا یک وظیفه‌ای که تو داده باشه اون وظیفه رو انجام بده. gibt die Hausaufgaben ab این کارخانگی‌های خودم مو برای میده. umfallen چپه شدن. fällt plötzlich یک دفعه چپه شد. ausfallen کنسل شدن. der Unterricht fällt heute aus درس امروز کنسل میشه. die Busse sind heute ausgefallen یا der Bus fällt aus یعنی ترین کنسل میشه. hinfallen داخل یک چیز که گفتی. das Kind fällt hin یعنی بچه ها داخل زون چیز مفته. hinfallen mittragen با خود انتقال دادن. wegtragen بردن. trägt die Kisten weg یعنی او همون کارتنا را میبره دور میبره. چیزی از که شاید دور بندازی اون همچین من. abtragen abtragen چی میشه؟ abtragen معنیش خودم هم نمیدونم. trägt die Schuhe ab نمیدونم معنیش چیه. abbrechen شکستن. یک تست بکنم معنای abtragen چیه. از سر راه برداشتن. زدودن چقدر معناهای زیادی داشت. کدام تا کفش از سر راه میگیره. خب der Ast bricht leicht ab. einbrechen ما اینجا اینو مثلا میتونی استاپ بکنی اینی متوقع دیگه شه خودت بخونی این اندازشه خودت میتونی بخونی برای خود ترجمه بکنی اینا. و همین
منوال، یعنی تمام چیزایش به همین منوال میشه. حالا یک موضوع مهم دیگه، نمیخوایم که ویدیو زیاد دراز شوه. ما باید این اول پیدا بکنم. اینجا من این رو PDF شده ترایم trennbare Verben. کسایی هم که دوست داشته باشن ما رو میتونن در یوتیوب یا گوگل نشته کنن trennbare Verben PDF، بعد PDF هاش میاد. سعی که اینجا هم دقیقا این شکل چیز کرده. پریفیکس ohne infinitiv ohne Präfix، یعنی اصل فعل بدون پریفیکس یا با پریفیکس. مثلا اینجا brechen abbrechen، او خطره که در وسطش داده او به معنی که جدا میشه از اینجا، این اندازه اینه، این اندازه اونه. بعضی هایش هسته که مثلا اینا قابل جدا شدنه، اینا کلگشون قابل جدا شدنه. اینا یک دونه مثالم زده در پیش روش تو این میتونی مثلا اینجا Die Soldaten kehren nach langem Krieg endlich wieder heim. اینجا Die Soldaten kehren endlich nach langem Krieg wieder heim. به این معنا که عساکر بعد از یک جنگ طولانی خانه برمیگردن. Heim kehren یعنی به خانه برگشتن. اینا heim kehren به معنی خانه برگشتن. Heimgehen به خانه رفتن. Viele Gäste gehen bereits sehr früh heim. یعنی خیلی از مهمانان bereits قبل از قبل، یعنی پیش از موعد، خیلی سریع برمیگردن خانه. یا bereits میشه قبلا. Einbrechen دو معنا داره. Einbrechen یک معنایش اینه که در داخل یک چیز که بشکنه بری، این یک معنایشه. یک معنای دیگه رقمیه که مثلا سر خانه یک که حمله شد دزدی شود. Einbrechen. Der Dieb bricht ein، یعنی دزد خانه میزنه، همچین یک چیزی. Hoffentlich bricht das Kind auf der Eisfläche nicht ein، یعنی خدا کنه امیدوارم که او بچه در سر امزو یخی که هست نشکنه و داخل نره. به همین معنا. یعنی کسایی که دوست داشته باشن ما اینی PDF که در ترایم حتما تو میتونید اینا رو ببینی. کسایی هم که دوست دارن یا میتونن ما آرام این ویدیو رو ترن میتونن از این ویدیو خودش استاپ کنن، کلی از این جملات بگیرن بخونن. اینجا خیلی وربای زیاده، مثلا losgehen، losfahren، loskommen، خیلی زیاده. zurückgehen، zurückfahren. این یک مثال هم در پیش روش زده. نگاه. wann fahren wir endlich nach Bremerhaven zurück؟ کی ما برمیگردیم به بریمهافن؟ حالا دیگه چیه؟ یک تعداد است که ما فکر مونیم که اگر اون باید، یعنی پریفیکس هاییه که اون جدا نمیشه. مثلا چی رقمی؟ begegnen، روبرو شدن، چیزی که ب داشته باشه. مثلا bereiten، betreten، bezahlen یا imp. صبر کو اینجا نگفتدش، نه نگفتد اینجا، ولی اینی چیزا را اگر داشته باشه، اینی ستا را اگر ستا چطور چقدر زیاده اینا، اینی وربا جدا نمیشن. مثلا تو نمیتونی بگی der Präsident fängt seine Gäste aus Kamerun imp. مثلا نمیتونی اینطوری بگی. اینو باید اینمی سیستم بگی. empfangen یعنی چیز کردن. یک نفری که باید که اونو بری بگیری. empfangen میشه یعنی پیشواز رفتن. پیشواز رفتن یا پیشواز رفتن بهترین لغات شده فارسی. empfehlen توصیه کردن. Sein Arzt empfiehlt ihm das Rauchen aufzugeben. حالا تو اینجا میبینی که اینی پیشوندار اگر داشت، اینی ایمپو، اینتو، ارو، مثلا کنن شناختن یا فهمیدن، کنن شناختن، کنن فهمیدن یا دانستن. لبن میشه زندگی کردن، لبن تجربه کردن، زählen حساب کردن، zählen یعنی تعریف کردن یک داستان. بیغن نمیدونم چیه، گیبیغن یعنی زایدن یا تولد دادن به یک چیز، به یک نفری. hören شنیدن، gehören یعنی مربوط یکی شدن، با یک گ گرفته. gehören یعنی یک چیزی که مربوط یک شود. gehören. dieses Buch gehört dir nicht. این کتاب با تو مربوط نمیشه، یعنی این کتاب مال تو نیست. frieren این فکر کنم درست نیست، چون اینجا میتونی بگی Wasser friert bei 0 Grad. gefriert، gefrieren، gefroren. فکر کنم خودش آینده است. hinterlegen یک چیزی را که در یک جای بگذاری. hinterlegen فارسیش چی میشه؟ باید hinterlegen
چی رقم هینتلیگن ترجمه بکنم؟ اینو معناش میدونم اما نمیدونم چی رقم. هینتلیگن سپردن بهترینش همینه. سپردن میشه hinterlegen. Hinterlegen Sie bei Abwesenheit den Brief bei Müllers. یعنی وقتی که من نبودم نامه را به مولر بدن. hinterlegen همین. یعنی تو از اینجا میفهمی چیزایی که هینتر داشتن، میس داشتن، سرشتوغن چیزا داشتن، اینا رو تو میتونی جدا کنی. بعضی پریفکس هایی که جدا میتونی یک تعدادش، بعضیش نمیتونی. مثلا اینی مثالایشه. دورش مثلا اینجا اینجا که است قابل جدا شدنه، اینجاش که است قابل جدا شدن نیست. مثلا درش زوخن، اینی پالیدن، جستجو کردن، این خودش جدا نمیشه، قابل جدا شدن نیست. یا übersetzen قابل جدا شدن نیست. مثلا wir setzen morgen mit der Fähre über. übersetzen دو معنا داره. übersetzen دو معنا داره. یک übersetzen ترجمه کردن که ترجمه کردن قابل جدا شدن نیه. یکی اینه که یک چیز از یک جای دیگه به جای دیگه بردن یا انتقال دادن یا سپردن میشه übersetzen، یعنی از اینجا به اونجا ببری. این بیشتر با rüber استفاده میکنن ولی فرقی نداره. Vorsicht، مطمئن باشید die Milch kocht gleich über. ach so überkochen، این überkochen دیگه. überkochen دیدی که مثلا سر رفتن. überkochen سر رفتن، kocht über یعنی که سر مره. Ich übersetze nur englische Texte، immer übersiehst du etwas. این با زمان آرام آرام یاد میگیری. این رقم اینه که تو امروز رو کلش گرفتی، خواندی، وربا یاد گرفتی و حفظ کردی، بعد اون رو یاد بگیری. این با زمان آرام آرام یاد میگیره. فقط مهم اینه که تو بفهمی همچین یک فعلای وجود دارن و شاید در اوایل خیلی مشکلات داشته باشی، خیلی مثلا سخت باشه برایت که نمیفهمی، آرام آرام یاد میگیری. حالا یک دونه چیزی دیگه هم هست، یک دونه سایت دیگه هم هست. اینجا هم توضیح داده شده، مثلا همون دقیقاً همون چیز، کلی چیز اینجا دوباره هم توضیح داده شده که چی با چیه. مثلا اینجا تو میتونی با اینا رو ببینی. اینا مثلا پروبلماتش پریفیکسه، یعنی پریفیکس هایی که یا پیشوندهایی که مشکل سازن. این چند تا پریفیکس مشکل سازن، مثلا durch، über، unter، wieder. این wieder دوباره معنا میده و این wieder دیگه به معنای نقصه. مثلا widerspiegeln یعنی انعکاس دادن یک عمل. widerrufen یعنی میشه نقص کردن. Der Angeklagte widerruft seine Aussage. یعنی کسی که متهم بود همون صحبتی که کرده بود نقص کرد یا دوباره پس گرفت. پس گرفتن هم میشه. دیگه اون trennbare پریفیکس که اینجا بود نشته نکرده که کدام است. خلاصه همینا دیگه، کلیش همینه. فقط هم مقدار باید بفهمی وقتی که به پیش روش آمد imp، int، er، ge، hinter، mis، ver، ser. اینی چندانه که داخلش آمد در پیش روش آمد این trennbare verb نیست. به همین راحتی. مثلا hinterlegen، hinterlassen، hintermauern، untermauern. untermauern چرا untermauern اینجا نیست؟ untermauern هم از خمسه دو زیاد استفاده ندارن. untermauern اینه که یک نظرت راجع با یک ارگومنت دیگه، با یک نظریه دیگه اون چیز بکنی، یعنی پشتوانه قوی بدی داشت. vergnügen یعنی که یک رقم لذت بردن غیر قانونی. چی رقم باید ترجمه کنم؟ vergnügen یعنی که لذت ببری یک چیز. vergnügen یعنی چی رقم ترجمه بکنم؟ یا خدا چقدر سخته ترجمه کردن. vergnügen خوشگذراندن، همون خوشگذراندنه که غیر قانونی است، اجازه نداره اون کار انجام بده. این از لحاظ اخلاقی درست نیست. missachten، misslingen، vergnügen، verfahren، vernichten، zerlegen، zerreißen، zerstören. خلاصه خیلی لغاتای زیاده. سر در پیش رویش آمد، فر در پیش رویش آمد، mis در پیش رویش آمد، hinter، ge، er، ent و imp. اینی چند تا اگه در پیش رویش آمد تو نمیتونی اون رو جدا بکنی، یعنی اونجا فعل جدا شونده نیست. با همین اندازه دیگه. یا و برستی بهم یادت نره، این به زیاد استفاده را
bekämpfen, bezahlen, betreten, berauschen, begnügen، بگنیدیگن. خلاصه این ب خیلی استفاده داره. بغایتن خیلی زیاد استفاده داره این ب. این ب زیاد استفاده داره. ایمپ زیاد استفاده داره. اینت زیاد استفاده داره. اغ زیاد استفاده داره و فرق زیاد استفاده داره. فرقش چیه؟ حالا فرقش چیه رقم بگم. اغ یک کاری میشه که تو بر تأکید اون کار یا با انجام اون کار بیشتر تأکید بکنی. فر با یک فر هم تقریبا عین یک چیزه. انت یک چیزی که از یک چیزی، مثلا یک عملی که باعث جدا شدن یک دو چیز شوه یا باعث دوری دو چیز شوه. یعنی وقتی که یک چیزی منفی باشه بیشتر انت استفاده میشه. امپ بیشتر یک چیزی که به یکی دیگر ربط داده شوه، مثل امفانگن یعنی پذیرایی کردن، امفیلن یعنی پیشنهاد دادن. به همین منوال تا حدودی. حالا ویدیو 36 دقیقه شو، زیاد نمیخوام سرت داد برم. اینا رو من میفرستم خودت ببین. بعدا اینا آرام آرام در جملات من خودم میگم که اینجا دیدی که فلانی چیز استفاده شد. تو فقط همین مهمه که باید بفهمی که اکوزاتیو داتیو در کجا استفاده میشه. با همون چیزی کوتاهی که ما تو ساخته بودیم به نام را و به، این دو تا رو باید استفاده بکنی. شد همون را و به. اینجا نگاه، به و را، شاخشر را. اینجا تو از این دوتا میفهمی که مثلا کدامش اکوزاتیو و کدامش داتیو. اگر جمله در فارسی را داشت باید بفهمی که من اینجا اکوزاتیو استفاده بکنم. اگر بفهمی که جمله باید اینجا داتیو داشت. اگر تو گفتی که من اکوزاتیو داتیو نمیفهمم، ما برای کلیش یک ویدیو جوردم بعدا دم بگی دیگه کلیش. خب باشه، مواظب خودت باش. شبم دیر شده، من باید فردا برم سر کار. مواظب خودت باش. میبوسمتان. خداحافظ.